در مسیر شورای کندزتخار 26 تن از مخالفان مسلح حکومت کشته شدند. مقام‌های امنیتی کندز میگویند که در مدت 3 روز درگیری میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح حکومت در مسیر شورای کندزتخار در نتیجه آن 26 تن از مخالفان مسلح حکومت کشته و 17 تن دیگرشان زخمی شدند. جنرال عبدالحمید حمیدی قماندان امنیه کندز صبح امروز یکشنبه به رسانه‌ها گفت که در مسیر شورای کندزتخار پوسته های امنیتی را اکمال کردند و نیروهای کمکی نیز در پوسته ها جابجا شده اند. در جای خود است، بسیار زیاد تلفات به دشمن وارد شده، عملات بسیار شدید را بالای پوسته های ما داشتند. خوشبختانه که عملیاتشان دفع شد، تلفات و ضایعات بسیار زیاد به دشمن وارد شد. آقای حمیدی بیان نمود که این شورا هنوز هم به علت تهدیدات امنیتی برای ترافیک مسدود است، اما وی علاوه کرد عملیات نظامی را به هدف بازنمودن این شورا از وجود طالبان مسلح آغاز کرده اند. از جانب دیگر ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی گروه طالبان مسلح معرفی میکند، این ادعای مقام‌های امنیتی کندز را رد کرده میگوید که در مسیر شورای کندزتخار 8 پوسته امنیتی را طالبان مسلح تصرف کردند و هنوز هم در کنترل آنان قرار دارد.